اولا خداوند را شکرگزاری میکنیم که نعمت ایمان و اسلام و قرآن را برای ما و شما نصیب و روزی گردانده است. این همه نعمت دین مبین اسلام هست که ما و شما امروز عبادت، یعنی ختم قرآن، ذکر با پروردگار، دعا با پروردگار میکنیم. و امروز یعنی پیش از نماز که هر یکی ما و شما، برای ما و شما ضرور است، حتمی هست و فرضیت بیرون از نماز همین است که انسان باید وضو طهارت بگیرد و با پای طهارت بالای جای نماز نشستن. این همه پاکی بدن و پاکی قلب، این همه با نعمت اسلام هست. دین مبین اسلام ما و شما را یعنی ضرور و حتمی می شمارد که شما پس از اینکه به نماز قائم می استید، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم، امر میکند که شما میگه یعنی طهارت را کامل کنید، پس بشویید روی های خودتون را، یعنی واغسلوا وجوهکم و ایدیکم، دستای خودتون را تا آرنج. یعنی فرضیت طهارت را خداوند در اینجا بیان میکند که طهارت برای شما چی هست؟ حتمی هست. و در جای دیگر خداوند وقتی که پیغمبر را پیغمبر گردانید و امرش کرد که و ثیابک فطهر، یعنی تو میخوای که مرا عبادت کنی پس لباس پاک بپوش. یعنی لباس پاک را در اینجا دلیل قرآن است که یعنی برای ما و شما خداوند چی در نماز لباس پاک را فرض گردانده است. لباس پاک، جای پاک. حالا اگر نمازخوان اگر جوربش نسکیش اگر کمی بوی بد کند، در حال اون را چی میبرارد از پایش و پایش را میشوید که تا که نمازش درست شود. این همه برای ما و شما دین مبین اسلام حتمی میداند این چیز را. یعنی شکر پروردگار میکنه وقتی که انسان تقوا میکند، از خدا بترسد، پاکیزه بگردد، نتیجه پاکیزگی گشتنش این است که جعل الله له من کل هم فرجا. یا اینکه خداوند در قرآن میگوید که و من یتق الله یجعل له مخرجا، کسی که از خدا میترسد، تقوا دارد، ترس خدا دارد، الله مهربان یعنی تنگی زندگی، از مشکلی زندگی او را چی نجات میدهد. در حالی که انسان تقوا میکند، از خدا میترسد، یعنی پرهیزگاری میکند، البته خداوند از تنگی زندگی، از غم و اندوه زندگی او را نجات میدهد. و یرزقه من حیث لا یحتسب، از جای رزق روزیش میدهد که اون گمان نمیبرد، فکرش نبود. یکی از نشانه های تقوا این چی است؟ نماز را برپا کردن است. انسان 5 وقت نمازش را ترک نمیکند. نشانه دوستداری با پروردگار هست، نشانه پاکی بنده هست، نشانه هست که انسان پروردگارش را دوست می‌دارد و نیز پروردگار اون را دوست می‌دارد که اون را مشرف به نماز گردانده است. کسی از خدا بترسد، تقوا بکند، پروردگار از جای رزق روزیش می‌دهد که اون گمان نمی‌برد، فکرش نمی‌کرد. حالا حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که من لزم الاستغفار، استغفارم، طلب آمرزشم، پشیمانی از گناه، این هم یکی از وسیله های تقوا هست. من لزم الاستغفار، کسی که میگه که لازم میداند همین طلب آمرزش کردن را، یعنی استغفار را هر وقت میکند، برایش استغفار در زبانش یعنی مثل عادت کرده شده است. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله میگه که من در یک روز تا 70 مرتبه استغفار میگویم و ما و شما را دستور میدهد که همیشه در زبان خود استغفار داشته باشید، یعنی استغفر الله الذي و اتوب الیه. و کسی که استغفار را لازم میدهد نتیجهش چی است؟ جعل الله له من کل هم فرجا، یعنی خداوند از غم و اندوه او را نجات میدهد، از ضیقی دنیا او را چی نجات میدهد. جعل الله له من کل هم فرجا و من کل ضیق مخرجا، از تنگی زندگی نیز او را چی نجات میدهد. و یرزقه من حیث لا یحتسب، از جای رزق روزیش میدهد
که اون چی بنده گمان نمیبرد که از کجا رزق او میاد، اما خداوند رزق او را با تمام وسیله ها میرساند. پروردگار بندگانش را دوست می‌دارد. و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. شما همگی توبه کنید، استغفار کنید، شما نجات می‌یابید.